خب سلام، من مهدی ام. امروز یه مورد درباره پرایوسی اینستاگرام که میخوام بهتون بگم، اونم برای موقعی که میخواید لینک یه پستی رو از اینستاگرام بفرستید توی واتساپ، تلگرام یا همچین جاهایی. خب ببینید داستان از چه قراره. من اینستاگرام رو باز میکنم، توی اکسپلورم یه پستی رو رندوم باز میکنم، شیر رو میزنم، شیر تو یا کاپی لینک فرقی نداره، تلگرام، سیو مسیجز. حالا فرض کنید سیو مسیج من یه گروهیه که یه سری از آدمای غریبه خانواده، حالا غریبه منظورم این که افرادی هستن که ما نمیخوایم اکانت شخصی اینستاگرام رو داشته باشن یا بعد بهمون وقتی پیداش کردن بهمون فالو ریکوست بدن. خب اینجا دیدیم من وقتی لینک رو باز کردم، من با یوزر گست هستم توی کروم، وقتی که بازش کردم بهم اسمم رو نشون داد، به من گفت که این با چه اکانتی ارسال شده و میخوای که بهش ملحق بشی. حالا اگر من تو اینستا لاگین کرده بودم، اینجا احتمالاً دکمه فالو رو برام می آورد. خب پس این به نظرم مهمه حواستون باشه بهش. وقتی خب حالا چیکار کنیم که این مشکل برطرف شه؟ این موقعی که این لینکی هست که من از اینستاگرام فرستادم تلگرام، خب روش کلیک راست میکنم برای اینکه این مشکل پیش نیاد. ببینید لینک دو تا بخش داره. این بخش اولش داش پی، بعدش یه تیکه داره، با این کاری نداریم. از علامت سوال به بعد علامت سوال IGSH، این یک حالا نمیدونم UTM یا چیزیه که خود اینستاگرام گذاشته برای اینکه بدونه اون لینک از کجا اومده، کجا رفته، کی روش کلیک کرده، از این صحبت ها. این تیکه رو من پاک میکنم و بعدش اون رو میفرستم. یعنی لینک رو کپی میکنین، برای یه جایی برای خودتون پیستش بکنید، تیکه دومشو پاک میکنید و بعد شیرش میکنید، میذاریدش توی گروهی یا چه میدونم اگر حالا کاربر توییتر هست توی توییتر یا پابلیک شیرش کنید. حواستون به این موضوع باشه. الان که من شیرش کردم، وقتی روش کلیک میکنم دیگه اسم من رو نمیاره و کوچی ها رو من میزنم. الان دیگه اسم من رو نیاورد و اون اکانتی که پست متعلق بهش هست رو برام آورد. خب مرسی. مرسی از امین که ایده ضبط ویدیو دمتون گرم.